رحیم عزیزبویویچ عظیموف زاده اسفرای تاجیکستان و یگانه نامزد تاجیک به وکیل دومای دولتی پلات پایانی پارلمان روسیه که از جانب حزب حاکم ادین روسیه پیشبری شده است در آوازدهی در حوزه انفرادی یا یک مانداتی رقم 105 در ولایت کیروف برنده شده است. در روسیه از 17 تا 19 سپتامبر انتخاب 450 وکیل دومای دولتی دعوت هشتم و وکیلان مجلس های ولایتی و شهری و محلی دایر شد. کمیسیون انتخاباتی ولایت کیروف در پی حساب و کتاب 100% ورقه های آوازدهی اعلان کرد که در انتخابات وکیل دومای دولتی دعوت هشتم در حوزه انفرادی رقم 105 رحیم عزیزبایف 43.70% آواز گرفته جای دوم را با 14.90 البرت بیکالیوک از ائتلاف اسپای سپراویدلیوی روسیه پاتریوتی زا پراودو به دست آورده است. در این حوزه جای سوم نصیب نامزد LDPR کریل چرکاسوف با 7.39% آوازها شده است. رحیم عزیزبایویچ عظیموف بار اول سال 2016 از حوزه یک مانداتی کیروف از نام حزب حاکم ادین روسیه وکیل دومای دولتی دعوت هفتم انتخاب شده عضو کمیته امنیت و مبارزه با کروپسیا می باشد. عظیموف دکتر علمهای تکنیکی و یگانه زاده تاجیکستان است که وکیل مجلس پایانی پارلمان روسیه انتخاب شده است. رحیم عزیزوف 16 آگوست سال 1964 در شهرک شوراب نویه اسفرا ولایت لنیناباد آل و سوخت در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. اما زادگان دهه نیمن میگویند اصل رحیم عظیموف از نیمن است و حتی مکتب نیمن را به نام پدر او عزیزبای عظیموف نامگذاری کردند. آنها میگویند رحیم عزیزوف در نیمن بنیاد چندین انشاءات از جمله تالار ورزشی و ورزشگاه را به دوش گرفته است. او سال 1986 دانشکده معدن شهر لنینگراد را ختم کرده تا سال 1991 در کان انگشت ورکوتینسکای کار کرده است. او سپس در باشگاه ورزشی استرایتل نماینده جمهوری قومی در مسکو، روسکنترول، روستکنولوژی و شرکت اورالخیم کار کرده. سال 2002 اکادمی دیپلماتی روسیه را نصف ختم کرده. سال 2004 در دانشکده معدن سنت پترزبورگ رساله دکتریش را حمایت کرد. رحیم عظیموف چند سال در دانشکده درس هم میداد. بر اساس ترجمه حال رسمیش رحیم عظیموف از لحاظ عقیده مذهبی مسلمان سنی می باشد. عظیموف در اول سالهای 90 در روسیه ازدواج کرده است. او و همسر روسش الینا عظیمووا 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر دارند.